به یه داستان ترسناک دیگه خوش اومدید. نظری داشتید کامنت بذارید، لایک یادتون نره، کانال رو حتما سابسکرایب بکنید. سلام. موردی که میخوام براتون تعریف کنم برمیگرده به حدود 10 سال پیش. پدر شوهر من تنها زندگی میکنه. یه گربه داشت که خیلی دوستش داشت، ولی همیشه شاکی بود که همه جا رو کثیف میکنه و موهاش کل خونه رو برداشته. من اون موقع بچه کوچیک داشتم. پسرم 3 ساله بود. وقتی خونشون میرفتیم میدیدم همه جا رو کثیف کرده و خیلی هم لوسه. فکری به ذهنم رسید. پدر من خونه ویلایی داره و گربه ها تو حیاتشون زیاد میاد. به پدر شوهرم گفتم اینا مریضی میارن، بیا گربه رو رد کن. گفت آخه کجا بذارمش، این لوسه، غذا چطور پیدا کنه؟ من گفتم نگران نباشین، تو حیاط خونه پدر من گربه ها میان و غذا بهشون میدن. اینم باید با گربه ها باشه. آخه چیه توی یه آپارتمان حبس شده و با حسرت از پنجره بیرون رو نگاه میکنه؟ خلاصه پدر شوهرم راضی شد. هرچی گشتیم گربه رو پیدا نکردیم. نگو رفته توی کمد دیواری لای رخت خوابا قایم شده. با 1000 زحمت پیداش کردیم و بردیم. به پدر شوهرم اطمینان دادم که گشنه نمیمونه و بهش غذا میدن و جاشم امنه. بردم تو حیاط گذاشتمش. این ور اون ور رو نگاه کرد. ترسیده بود. منم دیگه گفتم یه کار درست و درمون انجام دادم و خودم رو راضی میکردم که کار درست رو انجام دادم و ممکن بود پیرمرد یا ما مریض بشیم توی اون خونه. چند شب گذشت. از خواهرم سراغ گربه رو گرفتم. گفت من نمیبینمش چند روزه. بازم توجهی نکردم. یه شب خوابی دیدم که تا حد مرگ ترسیدم. خواب دیدم رفتم خونه مامانم و یک دفعه صدای جیغ یک گربه رو شنیدم. از پنجره پایین رو نگاه کردم. دیدم گربه افتاده زمین و خونیه. تا اومدم پایین تو حیاط، یه زن میان سال کوتاه قد با یه پسر بچه حدوداً 10 ساله کوتاه قد منو احاطه کرده بودن. من فرار میکردم، اونا دنبال من بودن. زنه با صدای دورگه و ترسناک داد میزد، میگفت بچه‌مو کشتی. چرا؟ میکشمت. همینجور به من میرسید، دستاشو باز میکرد که منو بگیره. پسرشم اومد جلو که منو با هم بگیرن. من تو خواب فهمیدم که اینا جن هستن. هم استرس داشتم هم هول شده بودم. به جای اینکه بگم بسم الله الرحمن الرحیم هی میگفتم لا اله الا الله لا اله الا الله، که زنه با اون صدای ترسناکش اومد نزدیکم تا بهم حمله کنه. گفت دیگه فایده نداره. که از خواب پریدم. خدا رو شکر. قلبم داشت از جا کنده میشد و تا حد مرگ ترسیده بودم. همچنان از گربه خبری نبود و من فهمیدم که گربه همون روزای اول مرده و احتمالاً جن بوده که به شکل گربه پیش پدر شوهر من زندگی میکرده و اینا هم مادر و برادرش بودن که تو خواب قصد آزار منو داشتن. به درگاه خدا توبه کردم و بعد اون تا الان هر گربه یا سگی میبینم بهشون غذا میدم و رسیدگی میکنم. و دیگه اگه کسی بگه که از دست حیوان خونگیش خسته شده، من دخالتی نمیکنم. پایان.